نعمان ابن بشیر رضی الله عنه روایت میکنند که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاری. مثال شخصانی که احکام خدا را اجرا می کنند و شخصانی که آن را نمی کنند مانند گروهی از آدمانند که سوار کشتی می شوند، بعضی در قبت بالا و بعضی دیگر در قبت پایان کشتی جای می گیرند. در اثنای سیر کشتی در روی بحر آنانی که در زینه پایان هستند به آب نیاز پیدا می کنند و به کسانی که در بالا هستند مراجعت کرده می گویند: می خواهیم از جایگاه خود کشتی را سوراخ کرده از بحر آب گیریم تا به شما ضرر نرسانیم. شخصانی که در بالا قرار دارند اگر آنها را به حالشان گذارند و دست آنها را از این عمل باز ندارند، آنها هم خود و هم زینه بالا را به هلاکت می کشند و اگر دخالت نموده از این عمل آنها را باز دارند همگی نجات می یابند. روایت امام بخاری. دوستان عزیز، در این حدیث گوهربار فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم جمعیت انسانی و گروه‌های گوناگون جامعه را به کشتی و سواران آن مانند کردند. جامعه ما انسان‌ها مانند همین کشتی است. ما آدمان سواران این کشتی هستیم. طبقه‌های کشتی عبارت از طبقه‌های گوناگون آدمان، بدکاران و نکوکاران جامعه است. سوراخ نمودن تخته کشتی کنایه از رفتار و کردار بعضی‌ها در جامعه و خللدار شدن قاعده‌های آداب و اخلاق از دست آنها است. دوستان ارجمند، در جامعه حتما مردمان یافت می‌شوند که از نافهمی با دعوای دموکراسی و آزادی از اندیشه نکردن عاقبت کارهای خود رفتارهای ناجایی را می‌خواهند انجام دهند. می‌خواهند تخته‌های اخلاق و حیا و آداب را شکنند و به هر راه نباشد به خواسته‌های خود برسند. اگر مردمان با فرهنگ و با خرد نسبت این گروه آدمان بی‌تفاوتی نمایند و گور آنها جدا و گور من جدا گفته به آنها کار نگیرند، زیان عملهای آنها حتما به کل جامعه میرسد. از این خاطر موافق شریعت سکوت کردن در مقابل کارهای زشت خود کار زشت حسابیده می شود. هر دو گروه یکی به عمل ناجای خود، دیگر با خاموشی و بی‌طرفی کشتی جمعیت را غرق می سازند. اما اگر پیش راه عملهای زشت را گیرند، مانع شکستن تخته‌های آداب و اخلاق شوند، همگی در امن و آسودگی و در عافیت و سلامتی به ساحل می رسند. از این خاطر دین مبین اسلام پیروانش را همیشه به غمخواری، اصلاح کاری، پیشکش نمودن پند و نصیحت به دیگران به خاطر حفظ جامعه از خطر گناه و معصیت‌ها تربیت نموده است.